درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 17 می را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخط چند خبر و گزارش. مقامات میگویند افرادی ناشناس یک زن 24 ساله و افسر میلیسا را در نزد خانه‌اش در یکی از محله‌های مرکزی کولاب لطوکوب کردند. اعضای حکومت تاجیکستان از این پس باید به نام رئیس جمهور سوگند بخورند و مال و اموالشان را نشان بدهند. اون نفرانی که همراه زندگی میکنند، فرزندش همراه زندگی کند، در قید باشد، اعلامیه پیشنهاد میکند اگر یک اونجا کار کنه، و اعضای اویلش و دیگر نفرانی که در یک جز زیست زندگی میکنند و مناسبت های یک جای جمعیتی دارند. در تاجیکستان قیمت خانه‌های استقامتی پایین آمده است و امید مشتریان برای صاحب شدن به منزل زیست بیشتر می شود. نم حاضر ما همین 400 دلار 380 دلار فروخته استیم که همین من فکر میکنم که با ضرر خونه. تفصیل خبرها. مقامات در تاجیکستان میگویند یک افسر میلیسای زن در کولاب را دو فرد نامعلوم لطوکوب کردند. با گفته مقامات حمله به مریم شریف زاده لیتنانت 24 ساله میلیسا شب 16 می در نزد خانه‌اش صورت گرفته است. حملگران مریم شریف زاده را لطوکوب کرده و بعد از آگاه شدن ساکنان از ماجرا از جای حادثه گریختند. افسر آسیب دیده در بیمارستان قرار دارد. انگیزه های حمله معلوم نیست و وزارت امور داخلی به تحقیق لطوکوب افسر شروع کرده است. 4 روز پیشتر از این در شهر کولاب افرادی ناشناس به یک افسر کمیته امنیت حمله کرده و او را 24 کارد زدند. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کردند که بر اساس آن باید اعضای حکومت به نام رئیس جمهور سوگند بخورند که به مردم خدمت میکنند و سعی و کوشش میکنند تا آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی بالا برود. بر اساس همین قانون اعضای حکومت تاجیکستان همچنین باید نشان بدهند که چند خانه و چقدر مالکیت دارند. قانون اصلاح شده درباره حکومت روز 17 می قبول شد و مردان محمد شاهدی رایدهی وکیلان به این سند بود. بر اساس تغییرات و علاوه ها به قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت جمهوری تاجیکستان من بعد اعضای حکومت که سوگند را ویران میکنند مورد مجازات انتظامی قرار خواهند گرفت. همچنین طبق تغییرات دیگر اعضای حکومت تاجیکستان وظیفه‌دار هستند که همه ساله اعلامیه دارایی و اموال خود و اهل خانواده‌شان را به حکومت پیشنهاد کنند. این پیشنهادهای حکومت به قانون درباره حکومت تاجیکستان روز 17 می در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان بررسی شده و از سوی وکیلان مورد تایید قرار گرفت. در ماده 11 قسم 9 در مسئله اعلامیه پیش بود که خدمتچی دولتی اعضای حکومت همه خدمتچی دولتی هر سال یک مرتبه اعلامیه عاید درآمد مال اموالش پیشنهاد میکنه. حالا خدمتچی دولتی نه فقط خودش اعلامیه پیشنهاد میکنند بلکه اعضای اویلش نیز باید اعلامیه پیشنهاد کنند. اعلامیه پیشنهاد کنند درباره درآمدی در دوام سال گرفته اویلا آن نفرانی که همراه زندگی میکنند، فرزندش همراه زندگی کند، در قید باشد، اعلامیه پیشنهاد میکند اگر یک اونجا کار کنه، و اعضای اویلش و دیگر نفرانی که در یک جز زیست زندگی میکنند و مناسبت های یک جای جمعیتی دارند. پارلمان تاجیکستان اواخر ماه ایول سال گذشته شیوه شروع به کار کردنی برای همه 17 وزیر و رئیسان کمیته دولتی را تغییر داد و آنها موظف شدند که به نام سرور دولت سوگند یاد کنند. حکومت تاجیکستان از رئیس حکومت، سروزیر، 3 معاون سروزیر و 17 وزیر و رئیس کمیته های دولتی عبارت می باشد. چند سال پیش رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در پیام از همه منصبداران دولت خواسته بود درآمد سالانه خود را آشکار نمایند. این دعوت بسیاری ها را امیدوار کرده بود که وزیران و رئیسان و وکیلان و سرداران با اعلام مالکیت خود به شفافیت فعالیت خویش تاکید خواهند کرد، اما این طور نشد. چون تجربه سالهای آخر دولتداری معاصر تاجیک گواهی می‌دهد نوبسته از تغییرات ها و از جمله به نام پرزیدنت قسم خوردن و بیشتر استفاده بردن از نام ریاست جمهوری تاجیکستان باعث بهتر شدن کار دولت نشد و برعکس پدیده و ظهورات های نامطلوب بهتر مشاهده می شوند و حادثه های اخیر که در رابطه با فسق و فساد بود و دسترس جامعه گردید نیز از این گواهی می دهد.
این در حالی است که کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با شمول روسیه، اوکراین و حتی همسایه کشور تاجیکستان، قرقیزستان همساله اعلامیه دارایی و مال و ملک منصبداران در ماه اپریل نشر می شود. در زمینه این معلومات مقامات قدرت این کشورها از پی جستجوی منبع برخی از ثروت‌های هنگفت منصبداران نیز می شوند. در ایران روز 19 می انتخابات ریاستی جمهوری برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی امیدوار است دیگر باره پیروز خواهد شد، چون در سال 2015 با او میسر شد که با قدرت‌های جهانی سازش اتمی را امضا کند و تحریمات علیه ایران را از بین بردارد. در انتخابات روحانی رقیبان محافظه‌کار تندروی دارد که ادعا دارند سازش اتمی وضع اقتصادی ایران را بهتر نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام تبلیغات در تهران به طرفدارانش گفت که ایران در روبروی یک انتخاب تاریخی ایستاده است. روحانی 68 ساله با حمایت از سازش اتمی به دست آمده با قدرت‌های جهانی در سال 2015 هم در آستانه انتخابات روز 19 می گفت که راه مکالمه با غرب را ادامه می‌دهد، چون ایران دیگر در انزوا بودن نمی‌تواند. ملت ما می‌خواهد اعلام کند که آیا مسیر آرامش را ادامه می‌دهد یا می‌خواهد مسیر تنش را انتخاب کند. هفته پیش از انتخابات نظرسنجی ها نشان دادند که روحانی از ابراهیم رئیسی رقیب اصلی و محافظه‌کار تندروش پیش صف است. رئیسی میگوید که سازش اتمی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در عوض سبکی در تحریمات محدود کرد و فایده اقتصادی نیاورد. ابراهیم رئیسی قول داد که جای کار می‌آفرد و به مردم فقیر کمک‌های مالی می‌کند. برای طبقات فقیر و دهک‌های پایین یارانه آنها را 3 برابر تا مرز 150,000 تومان حداقل. محمد باقر قالیباف رئیس شهر تهران و عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند روز پیش از رایدهی از شرکت در انتخابات دست کشید و گفت که از ابراهیم رئیسی حمایت میکند. رقیبان انتخاباتی تلاش کردند از خشم مردم بیکار به نفع خود استفاده برند. تقریبا 30% جوانان ایرانی بیکارند. منفی بیشتر بوده، فقر و فحشا و اینجور چیزا بیشتر شده، بیکاری بیشتر شده، جوانان رو به اعتیاد آوردن. اگرچه در ایران رئیس جمهور مقام بلندترین انتخابی است، ولی حرف نهایی را در کشور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران میزند. از میان 1600 داوطلب فقط 6 نفر را برای اشتراک به انتخابات راه دادند. از جمله 137 زن که میخواستند رئیس جمهور ایران بشوند به این انتخابات راه نیافتند. حسن روحانی وعده داده است که تلاش میکند تا تبعیض دینی و قانونی زنان در کشور کم شود. تو این 4 سال نسبت به 8 سال قبلیش خیلی بهتر شده بود. با وجود این تو خیابونا ما هنوز گشت و ارشاد رو داریم، ولی خیلی کمتر از قبل شده. در ایران 56 میلیون نفر حق رای دهی دارند. سال 2013 هم در انتخاباتی که روحانی پیروز شد 73% مردم در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات امساله حضور رای دهندگان مهم است. مسئله مهمتر مشارکت، نرخ مشارکت. من فکر میکنم این دیگه شناخته شده است که هرگاه نرخ مشارکت از حدود 60 تا 65% کل رای دهندگان بالاتر رفته ما پیروز شدیم در انتخابات. اگر کسی در انتخابات روز جمعه پیروز نشود، 2 رقیب اصلی در دور دوم در روز 26 می رقابت میکنند. برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور قیمت خانه در مقایسه با چند سال گذشته پایین رفته است. شرکت‌های ساختمانی به مشکلی برای ادامه کار پول می‌یابند، ولی بعضی‌ها امیدوارند با استفاده از فرصت صاحب خانه می‌شوند که سالها در آرزویش بودند. درباره پایین رفتن قیمت خانه و سبب‌های آن برات یوسفی گزارش آماده کرد و برای ما و شما فرستاد. قیمت منزل زیست در دوشنبه به طور بی‌سابقه پایین رفته است و مهردین دولتوف امکان یافته است خانه خرد. این ساکن 23 ساله ناحیه حصار که 3 سال پیش ازدواج کرد به منزل خصوصی نیاز دارد. این نیاز مهردین را شرکت ساختمانی کامل 2010 برآورده خواهد کرد. این ساختمان را در و تیریزه شومه چسبانند. بعد ما می‌درویم با تعمیر خانه
شروع میکنیم می درویم زندگی میکنیم. خونه 53 کوادرات اگر با دلار آمریکایی حساب کنیم قریب 12,000 پول آمریکایی میشه. شرکت کامل 2010 هر متر مربع منزل مهردینро با قیمت 226 دلار آمریکایی معادل 2000 سومانی بنیاد میکند. طبق ارزیابی‌های متخصصان بخش ساختمان به حساب میانه و وابسته به منطقه‌های جایگیرشوی 1 متر مربع منزل‌های نو و کهنه در پایتخت تاجیکستان از 470 تا 860 دلار آمریکایی قیمت دارد که پایین‌ترین نرخ در فضای شوروی سابق میباشد. این حسابی نرخ آرماتور ارزانشویش نرخ دلار خیس و آرماتور فرومان همین سبب پیشتر 1200 دلار بود آرماتور خونه روی حسابی دلار حساب میشد. بعد یک طرف دیگه حسابی مزد رابطی هم پستر شد برای که واسه همه آدما پس کارند و مثال کار میکنن. اول مثال روزی کاریشون میشد ساعت کاری میگرفتن تا 15 سوم اوستا. اما آدمی که پیش 15 سوم در روزی بود حاضر 8 سوم 7 سوم در روزی است ساعت کاریشون. کی 5 سوم هم روزی است. بنیاد خانه‌های بلندآشیانه استقامتی در پایتخت تاجیکستان حدوداً در 8-10 سال اخیر سرعتی تازه کسب کرد. در طول این سالها مهاجران کاری سالانه به کشور تا 4 میلیارد دلار وارد می‌کردند و این سطح زندگی مردم را تا اندازه بالا برد. این قشر اهالی بازار گرمی را برای شرکت‌های ساختمانی به وجود آورد. اما در این اواخر بنابر شدید شدن قانون‌های مهاجرت در روسیه، اخراج هزاران مهاجر و افت با شدت قرب روبل روسی، انتقال پول از روسیه به تاجیکستان شدیداً کاهش یافت و طلبات به خانه‌های نوساخت نیز دیگر به اندازه نیست که 1 و حتی نیم سالی پیش باشد. در پایتخت تاجیکستان جشنواره تئاتری شروع شد که محض با تشبث جوانان صورت میگیرد. هدف از جشنواره به گفته برگزار کنندگانش باز کردن راه هنرپیشگان جوان به صحنه‌های بزرگتر است. همکار ما امردین عالم به این جشنواره رفت. صحن تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف در دوشنبه چند سال اخیر چنین سرآدم نبود. ساکنان شهر و مهمانان برای دیدن مراسم افتتاح ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتری جوانان نگاه نو آمدند. جشنواره‌ای که تشکیل کنندگانش خود جوانانند. پیامش در جمع این است که ما جوانان در تمام دنیا می توانیم دیدگاه خودمان را داشته باشیم، نظر خودمان را به تئاتر، به فرهنگ، به سینما، به هنر و در جمع به زندگی داشته باشیم و البته یکم نگاه‌های شاید باشد که به قول نگاه‌های انتقادانه شاید به نگاه‌های قبلی، اما خیلی با احترام به اون گذشته‌ها این نگاه ما داریم. جشنواره نگاهی نو که سال دوم می شود مقام بین المللی گرفته است، بار اول با چنین شهامت تجلیل می گردد. این هم به قول مبتکرانش بعد پیدا شدن سرپرستان امکان پذیر گردیده است. در جشنواره امسال 5 گروه تئاتری و مهمانان از کشورهای روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان دعوت شدند. قرار است تا 20 می 5 نمایشنامه روی صحنه بیاید. اینجا بسیار غیرعادی است. تجربه نو، صحبت‌های نو، عموما در کشور دیگر به خصوص کشور شرقی بودن جالب است. امیدواریم که این آخرین سفر ما به تاجیکستان نباشد و سال دیگر هم به این جشنواره برای شرکت بیاییم. قرار است در آخر جشنواره بهترین نقش مردانه، بهترین نمایشنامه، بهترین کارگردان و دیگر جایزه ها معین کرده شده به غالبان تحفه ها تقدیم کرده شود. برای بهاگذاری هنرمندان جوان، حکمان از داخل و خارج تاجیکستان دعوت شدند. و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.